الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادرای مسلمان، چون که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده صلوا کما رأیتمونی اصلی، همان چی من نماز خواندم به همان شکل شما هم نماز بخوانید. الله تبارک و تعالی می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، بیشک باید شما به پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقتدا کنین و به آن طریقه و طرزی که آن رفته شما بروین و عبادت کنین. و خاطر این ما میخوایم برای شمایان نماز پیغمبر صلی الله علیه وسلم را نشان بدم، چنان که در احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده است. اولین رکن از ارکان نماز قیام است. باید که در حال قیام تأکد کنیم که روی ما و طرف ما رو برای قبله است و خصوصا پایای جانت باید طرف قبله باشد، نه باز باشد به طرف این طرف یا آن طرف، یا نباید محکم باشی به این شکل. هر نمازخوان باید متأکد باشد که پای قدمش با شانهش برابر است و طرف کلیچهایش رو به روی قبله است. باز تکبیره احرام را شروع کند. بعد از آن که روی خود را طرف قبله کردیم، تکبیره احرام را شروع میکنیم، میگوییم الله اکبر به این طریقه یا الله اکبر به این طریقه، یعنی دستهای خود را روی به روی قبله برابر میکنیم و برابر شانه ها یا برابر گوش ها. الله اکبر. اما به کدام طریقه دستهای خود را میمانیم؟ سه طریقه آمده است. یک طریقه این است که دست راست خود طرف دست چپ بمانیم به این طرز، و شکل دیگهش به این طریقه، چون که در صحیح بخاری آمده. شکل دیگهش به این طریقه، چنان که در سنن امام ابو داود آمده. بعد از این میگوییم دعای استفتاح: سبحانك اللهم و بحمدك تبارك اسمك و تعالى جدك و لا اله غيرك اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحه را میخوانیم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. و صدای خود را باید بسیار بالا نکنیم که دیگه کسان به تشویش نشوند، اما به طریقه بخوانیم که خود مایان باید بشنویم. بعد از آن یک سوره از سورت‌های قرآن میخوانیم یا بعضی آیات‌ها را میخوانیم، باز میرویم به طرف رکوع. بعد از قرائت سورت میرویم طرف رکوع، میگیم الله اکبر به این طریقه و دستهای خود را سر زانوهای خود میمانیم و سر خود را برابر میکنیم. باید سر خود را زیاد پایین هم نکنیم و زیاد بالا هم نکنیم و دستهای خود را به این طریقه مستقیم باید بمانیم و به این حالت میگوییم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 بار یا زیادتر. و بعضی از آن دعاهایی که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده است. و بعد از این بالا میشیم طرف قیام باز دیگر و میگوییم سمع الله لمن حمیده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. یا میگوییم به این طریقه بالا میشیم، میگوییم سمع الله لمن حمیده ربنا ولك الحمد، یا آن دعاهای زیادتر که آمده از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. باز می رویم طرف سجود. و می گوییم الله اکبر به این طریقه پایان میشیم. اول زانوها، باز دستهای خود را میمانیم، باز سر خود را میمانیم.
و یا به این طریقه پایان میشیم، میگوییم الله اکبر. به این طریقه اول دستای خود را میمانیم، باز زانوهای خود را میمانیم، باز سر خود را میمانیم. در سجود میگوییم سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 بار یا زیادتر. باز همون دعاهایی که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده میگوییم. در حال سجود باید که بینی خود را و همچنین روی خود را مکمل در سر زمین بمانیم. باید که اینطور یعنی سر ما بالا نباشی یا بینی ما باید به این طور بالا نباشی. و همچنین باید متأکد باشیم که دست های ما اولا کلیچه های دست یک جا هستند، دوم طرف قبله و به این طرز ماندیم. ایتونه باشی که به این طور بمانیم یا به این طور بمانیم. یا باید که همه کوشش ما این باشی که دست ما سر زمین مکمل باشی و طرف کلیچه های ما طرف قبله باشی و بگوییم سبحان ربی الاعلی. باز که دعا را خلاص کردیم سر خود را بالا میکنیم، اول روی خود را بالا میکنیم، باز دستای خود را میگوییم الله اکبر. و با حال سجود باید که تأکد کنیم که کلیچه های پای ما طرف قبله است و اردو پای ما یک جا باید باشه و به این طرز سجده باید نکنیم و به این طرز هم نه. باید به طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین طور سجده کنیم و بگوییم سبحان ربی الاعلی و دعای دیگر که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده. باز سر خود را از سجده اول بالا می کنیم، ما بین هر دو سجده می شینیم، همین طور می گوییم الله اکبر. و از سجود بالا میشیم، طرف جلسه ما بین سجدتین می گوییم الله اکبر. به این طرز دستهای خود را سر پای خود به این طرز میمانیم، یا باید که کلیچه های دستها یکی از دیگر دور باشد به این حالت میشینیم، یا به این صفت، یا این صفت یا این شکل. هر دو صفت ها از پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده است و میگوییم ربی اغفر لی، ربی اغفر لی، ربی اغفر لی. یا دعای دیگر که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده میگوییم ربی اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واجبرنی. این دعا هم از پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده. باز می رویم به طرف سجده دوم، همان طرزی که در سجده اول کردیم به سجده اول هم می کنیم. باز بالا میشیم به رکعت دوم و بعد از سجده دوم بالا میشیم به طرف رکوع، به طرف رکعت دوم. به این طریقه میگوییم الله اکبر. باز در رکعت دوم همان طوری که به رکعت اول کردیم همان طور به رکعت دوم هم میکنیم و همان فاتحه و سورت را یا بعضی آیات ها را میخوانیم. باز میریم طرف رکوع یا طرف سجود. و سورت دیگر هم آمده به خاطر بالا شدن به رکعت دوم به این طریقه. یا به این طریقه بالا میشیم که اول دستای خود را بالا میکنیم، خصوصا با آن کسانی که نمیتونه بالا شوند و به سر دستای خود بالا میشن میگویند الله اکبر. این دو طریقه از پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده است. بعد از رکعت دوم میشینیم به تشهد اول. بعد از سجود دوم و بعد از رکعت دوم بالا میشیم طرف تشهد اول میگوییم الله اکبر و تشهد اول را میخوانیم. به این طریقه دستای خود را میمانیم یا به این طریقه دستای خود را میمانیم و دست راست خود را یک جا میکنیم کلیچهای خود را، یا به این طریقه یا به این طریقه.
و میگوییم التحیات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اگر صلات ابراهیمی را اینجا نخواندیم هم فرقی نداره و به این بالا میشیم به طرف رکعت سوم یا رکعت چهارم اگر نماز مغرب بود یا نماز ظهر و عصر و عشاء بود. و در تشهد اول به این طریقه باید بشینیم، پای راست خود را به این طرز بالا میکنیم و کلیچه های پا طرف قبله باشد و اما پای چپ به این طریقه در سرش میشینیم و روی کلیچه ها طرف قبله باید باشد. این جلسه تشهد اول است و این جلسه ما بین اردو سجده همین طریقه باید بشینیم. اگر انسان کدام عذری نداشته باشی سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین می باشد. و بعد از تشهد اول بالا میشیم به طرف رکعت سوم در نماز مغرب یا رکعت سوم به نماز ظهر و عصر و عشاء. به این طریقه میگوییم الله اکبر، دستای خود را بالا میکنیم، باز پس میمانیم سر سینه خود و سورت فاتحه را میخوانیم. بعد از آن پس طرف رکوع می رویم و بعد از آن سر خود را بالا می کنیم و سجده اول و دوم را ادا می کنیم و رکعت سوم به این طرز خلاص می شود. به همان طریقه که به رکعت دوم بالا شدیم بالا میشیم به رکعت چهارم اگر نماز ظهر و عصر عشاء باشد باز به تشهد آخر میشینیم و بعد از تشهد دوم در رکعت آخر نماز بالا میشیم به طرف تشهد آخر به این طرز الله اکبر و میشینیم به تشهد آخر به این طرز و دست راست خود را به این طرز یا به این طرز میمانیم یا اینجا یا اینجا و التحیات را مکملا باز میخوانیم التحیات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وقتی که این تشهد را میخوانیم باید نظر چشم ما طرف کلیچی ما باید باشد. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باز هر دعایی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده اینجا میخوانیم، دعا مستجاب است. بعد از آن سلام میکنیم و میگوییم طرف راست السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم و رحمت الله یا میگوییم السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله یا میگوییم السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم. این صفتا همه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده. در تشهد آخر باید به این طریقه یک صفتی از صفتهای ششتن تشهد آخر که نامش تورک است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این صورت آمده که سر پای راست خود و کلیچه طرف قبله و پای چپ از زیر آمده و طرف کلیچه بروی قبله. یا به این صفت باید بشینیم که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده. این طریقه هم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده، این صفت دوم است. یا
به این طرز بشینیم در تشهد آخر. این سه صفت از پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده در تشهد آخر: السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. بعد از آن انسان باید که دعاهایی که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده بعد از نماز آن را بگه: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم انت السلام و منك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. باز سبحان الله 33 بار، الحمد لله 33 بار، الله أكبر 33 بار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. باز آیات کرسی را بخوانه. باز قل هو الله احد یک بار، قل اعوذ برب الفلق یک بار، قل اعوذ برب الناس را یک بار بخوانه. و بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 بار بخوانه. این اذکار ما بعد از نماز است. باز بالا میشه سنت ها را ادا میکنن و از الله تمنا داریم که نمازهای ما و شما به نماز پیغمبر صلی الله علیه وسلم برابر باشد. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک.